کشایم من با سلامی تاجیک، من با سلامی تاجیک. بوی محبت آید از هر کلامی تاجیک، از هر کلامی تاجیک. آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک، من با سلامی تاجیک. بوی محبت آید از هر کلامی تاجیک، از هر کلامی تاجیک. گم کرده های خود را رسمونی های خود را، گم کرده های خود را رسمونی های خود را احیا کنیم باید بر احترامی تاجیک، بر احترامی تاجیک. آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک. چون خیش را شناسی حقا که به قیاسی، ای رستم سیاوش ای زال سامی تاجیک، تا کی بسر فرازی بر یک مقام نازی، تا کی بسر فرازی بر یک مقام نازی، بر شش طرف صداده از شش مقامی تاجیک، از شش مقامی تاجیک. آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک. ای خلق تاج بسر هفت اختر چه اختر، بر فرق هفت گنبد بردار نامی تاجیک، ای باد بر پیامم بان که ناتمامم، ای باد بر پیامم بان که ناتمامم، وقتی تمام خواهم من بر تمامی تاجیک، من بر تمامی تاجیک. وقتی تمام خواهم من بر تمامی تاجیک، من بر تمامی تاجیک. آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک، من با سلامی تاجیک. آغوش می کشایم من با سلامی تاجیک. محمود جان علیف، آوازخوان انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف، امروز در این روز فراغت استراحت تصمیم گرفته است که بالید روحی و فراغت و استراحت ما را باز هم خوشتر و گواراتر گرداند، با صمیمی‌ترین چکامه ها، با زیباترین سروده ها از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر ما. و محمود جان عزیز همچنین پرورده باغ هنر استاد جورابک مرادوف، هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی اند که حضورشان را گرامی می‌داریم. امروز حضور استاد ارجمند ما باربد ثانی واقعا شادی اندر شادی است، خرسندی باز هم بالای فرحمندی و خوشنودی هاست که بسیار هم شاد هستیم از برای هر یک نهال پرورده خود. استاد اینقدر زحمت میکشند، اینقدر همیشه نگرانند و همیشه توجه دارند که این نهال چخیل رشد و نمو میکند، چخیل میوه به بار میارد و از دستاوردهای ایجادی هر یک شاگرد خود، هر یک پیرو خود به نهایت شاد و سرفراز میگردند که امروز از خود خوجندشهر صفا آوردند. حضورشان خجسته باد. حضور یکایک شما مهمانان عزیز در این محفل زیبا، در این محفل نورانی که محمود جان عزیز تصمیم گرفته است، خجسته باد که امروز این محفل سراپا فراگیر این مفهوم هاست که یکدیگر را دوست داریم و یکدیگر احترام داشته باشیم.
محبت داشته باشیم. بسیار فضیلت های نیک انسانی را گرامی داریم، دوستی را گرامی داریم. بخیلی، کینه، عداوت، ناتوانبینی، خصومت، این گونه خصلت های زشت را ریشه‌کن کنیم. محمد جان علیف. از حسرت لعل تو خون است، هلال از شرم ابرویت نگون است. حقیقه از حسرت لعل تو خون است، هلال از شرم ابرویت نگون است. به حالم رحم کنی شوخی ظالم که از هجری تو احوالم زبان است. به حالم رحم کنی شوخی ظالم که از هجری تو احوالم زبان است. چون من یزک نگه صد کشته داری، مای خانه ای چشمت فسونم. چون من از یک نگه صد کشته داری، مای خانه ای چشمت فسون است. دلم بردی و دلداری نکردی، انیسم مهنت و یارم جنون. دلم بردی و دلداری نکردی، انیسم مهنت و یارم جنون. شوخی به پروای ظالم، نمیپرسی که احوالی تو چون است. برای شوخی به پروای ظالم، نمیپرسی که احوالی تو چون است. گل روی تو را پادی تو غرل، دل چون غنچه دایم غرق خانه. گل روی تو را پادی تو غرل، دل چون غنچه دایم غرق خانه. حقی که از حسرت شرم ابرویت نگون است. حقیقه از حسرت لعل تو خون است، هلال شرم ابرویت نگون است. به حالم رحم کنی شوخی ظالم که از هجر تو احوالم زبان است. که از هجر تو احوالم زبان است. ای زمین بر قامتی رعنا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر. تشکر محمد جان عزیز برای ترانه های زیبا. و اینک راهبر انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی تاجیکستان، هنرپیشه بسیار عزیز و محبوب ما، علیشیر قناعت زاده با گروه همکاران و شاد باشیم. همپیشه که میگویند قوت همپیشه را همپیشه میداند که چیست، ضرب دست کوهکن را تیشه میداند که چیست. دوستان عزیز، همتون به این درگاه خوش آمدید. خصوصا من استادی هنر، استادی هنرمند اتحادیه شوروی، استادی همه مایان، استاد جوریبک مراد، خوش آمدید. سلامت باشید. محمد جان اساسا یک هنرمندی است که خیلی از پی ایجادات خودش است، آهنگای خودش دارد، سرودی خودش دارد. برای این تمامی تمنیات زندگی هنر خواهانم سلامت باشید. مرحمت. یک سرودی تبریکی.
تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزان من است. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزان من است. ذره خاکی عزیزش داروی جان من است. در بری گهواره سنگش فراغت یافتم. تخت سنگی کوسارش تخت سنگی کوسارش تخت سامان من از مردی عاقل و نورانی است. صلح و وحدت را همیشه بانی است. از مردی عاقل و نورانی است. صلح و وحدت را همیشه بانی است. در روندی رهبران حقانی است. آشکارا گویمت رحمانی است. در روندی رهبران حقانی است. آشکارا گویمت رحمانی است. وارثی اسماعیلی سامانی است. دست پیران و یتیمان را گرفت. جان بی هفتاد انسان را گرفت. دست پیران و یتیمان را گرفت. جان بی هفتاد انسان را گرفت. بیبرا افکنده و نان را گرفت. آبروی تاجیکستان را گرفت. اسماعیلی سامانی است. جمع کرد خیش را بر شاهی تاریک شم کرد. راه را راهی نور و لم کرد. پارها بوده ما را جمع کرد. پارهی بی باغبان بی بار و پر. دولتی بی راه بر بی راه بر. پارهی بی باغبان بی بال و پر. دولتی بی راه بر بی راه بر. می نویسم نامی او با خط زر. ملتی ما راست مانندی پدر.
می نویسم نامی او با خط زرد ملتی ما راست مانندی پدر وارث اسماعیلی سامانی است وارث اسماعیلی سامانی است وارث اسماعیلی سامانی است. برنده مدال خدمت شایسته علیشیر قناعتزاده و اعضایان انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولت تاجیکستان این لحظه با یک ترانه بسیار زیبای خاطر ما و شما را باز هم بالیده‌تر و فرحمندتر ساختند و باز هم محمود جان عزیز را روی صحنه میخوانیم. طوری که اینجا اشاره شد واقعا هم محمود جان، من به برنامه توجه کردم، همین حالا که به دست من رسیده بود دیدم که خیلی اکثر سرودهایی که در این برنامه ترنم میشوند آهنگهای خود محمود جان هستند، یعنی از جستجوهای ایجادی او درک میدهند و به اشعار استاد زنده‌نام ما استاد لایق توجهی خاصه دارد که این لحظه ترانه به یاد مادر ترنم می شود. مادرم، مادر بهشتیم، آسمان باعث چی گریان است، اشک تو بس نبود که در دنیا باز باران و باز باران است. محمود جان علیف. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، استاد کلان ما استاد جوربک مرادov خوش آمدید. یک بار کفکو بکنید. استاد عزیز من عبدالشاه شادی کفکو بکنید. این شبی ترش روی بارانی کلبه مادرم به یاد آمد، با میوم چکد زیباران ها در دلم مالم بداد آمد، با میوم چکد زیباران ها در دلم مالم بداد آمد. مادرم مادری بهشتیم، آسمان باعثی چه گریان است. مادرم مادری بهشتیم، آسمان باعثی چه گریان است. اشک تو بس نبود که در دنیا باز باران است. اشک تو بس نبود که در دنیا باز باران است. در چنین کلبه فقیرانه با دلی راست مادرم داراست.
کودکانش به هر کجا رفتن، مانده در کنج خانه تنهاست. کودکانش به هر کجا رفتن، مانده در کنج خانه تنهاست. کودکانش به هر کجا رفتن، مانده در کنج خانه تنهاست. مادرم مادری بهشتیم، آسمان بایستی چه گریان است. مادرم مادری بهشتیم، آسمان بایستی چه گریان است. اشکی تو بس نبود که در دنیا، باز باران است. اشکی تو بس نبود که در دنیا، باز باران است. مادرم مادری بهشتیم، نیستی تو از آن پشیمان ها. پیر باران اگر نکش ما را، نیست با کزی برف و باران ها. مادرم مادری بهشتیم، آسمان بایستی چه گریان است. مادرم مادری بهشتیم، آسمان بایستی چه گریان است. اشکی تو بس نبود که در دنیا، باز باران است. اشکی تو بس نبود که در دنیا، باز باران است. باز باران است. باز باران است. پدر و مادری من، دولتی من، سایبانی سرم و قوتی من. پدر و مادری من، دولتی من، سایبانی سرم و قوتی من. دور پیری شما خوش گذرد، دور پیری شما خوش گذرد. افتخاری فرح و نصرت من، افتخاری فرح و نصرت من. پدر و مادری من، دولت من، پدر و مادری من، دولت من، پدر و مادری من، دولت من، پدر و مادری من، دولت من.
این شمایت پیامی شادیه، بالی پرواز من و شهرت من. این شمایت پیامی شادیه، بالی پرواز من و شهرت من. دل من فرش قدم های شماست، جانی خوشبخت من و قدرت من. دل من فرش قدم های شماست، جانی خوشبخت من و قدرت من. پدر و مادر من دولت من، پدر و مادر من دولت من. پدر و مادر من دولت من، پدر و مادر من دولت من. ای حبیبا بی سرا سطری خوشت، که همین است بهین حجت من، که همین است بهین حجت من. پدر و مادر من دولت من، پدر و مادر من دولت من. پدر و مادر من دولت من، پدر و مادر من دولت من.
عجب زیباز دورانی دوشنبه چراغک های رخشانی دوشنبه عجب زیباز دورانی دوشنبه چراغک های رخشانی دوشنبه ستاره در سما رخشد همیشه زمینی اختریستانی دوشنبه ستاره در سما رخشد همیشه زمینی اختریستانی دوشنبه دوشنبه جان دوشنبه جان 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 دوشنبه درخشانی و مشهوری جهانی نگینی تاجیکستانی دوشنبه درخشانی و مشهوری جهانی نگینی تاجیکستانی دوشنبه تجسم میکند سیمای تاریخ همیشه شاه سامانی دوشنبه تجسم میکند سیمای تاریخ همیشه شاه سامانی دوشنبه دوشنبه جان دوشنبه جان 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 دوشنبه دلم را ببرد گلزار زیبا گذرگاه و خیابانی دوشنبه دلم را ببرد گلزار زیبا گذرگاه و خیابانی دوشنبه کجا شاعر که با ذوقی بلندش کجا شاعر که با ذوقی بلندش کند وصفی گلیستانی دوشنبه کند وصفی گلیستانی دوشنبه دوشنبه جان دوشنبه جان 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 دوشنبه جاما دوشنبه زیبا دوشنبه یک پا دوشنبه محمد جان علیف و گلهای چمن با راهبری استاد رقص ولیده بانو سعیدова. در حقیقت دوستان مردانه باید اقرار شویم که پایتخت کشور عزیز ما با شرافت استقلالیت و همه توجه و غمخواری های خاصه پیشوای ملتمان و رئیس شهرمان از زیباترین شهرهای دنیا محسوب می شود. واقعا هم یکی از باغ شهرهای دنیا شده است که امروز این خیل گلگشت های زیبا، این خیل باغ های زیبا، این خیل بناهای آسمانبوس واقعا هم لایق ستودن، سرودن، ترنم کردن هستند. و فیلارمون دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف در قلب این باغ شهر یکی از موضعهای بسیار زیباست که مرحله های خیلی زیادی را از سر گذرانده است و امروز این مرحله نوین با نام یکی از هنرمندان معروف ما، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، سرور این بارگاه هنر افضلشاه شادی منصوب است. و افضلشاه عزیز حالا روی صحنه میخوانیم حاجی عزیز با آن که کمی ناتاب هستند یا کمی بیمار هستند، ولی امروز که دربری استاد
عزیزی خود قرار دارند، من فکر میکنم با شادباش بزم نخستین ایجادی محمد جان که آمدن، این بهترین دارو است. انم کفکابی های شما بهترین درمان است برای حاجی عزیزی ما که از بیمارخانه ببینید با شادباش شاگرد عزیز شتافتن و با استقبال استاد عزیز با پیام و با درود آمدن. این سرسپردگی، این فداکاری است. صنعت همیشه قربانی میطلبد و این فداکاری است. حاجی عزیز با کفکابی های پرموج اهل نشست آرزو میکنیم که هیچگاه این تنی زیبا، این جسمی که سراپاس از هنر سریشته شده است، هیچگاه درد را نبیند. خواهش میکنم. تشکر استاد. السلام علیکم همدیران عزیز، خواهران و برادران، استادان مهربان. راستی که در جایی که بابای جربک هستن اونجا ما حق گپ زدن نداریم. به خدا. و البته چنان که شما اینجا خیر مقدم گفتید، استاد عزیزی ما، پدر صنعت ما، و اینجا استاد اکادمیکی ما، استاد عبدالنبی ستارزاده. شما دید اینجا ارتیسکای خلقی تاجیکستان، خاصیت زرفشانی عزیزی ما. شما دید حسام مراد جان، بحرالله جان، عبدالمجید اکا، طاهر جان، بابا جان، آرزوگل جان، همه آمدگی اینا کنسرت آمدگی نه، اینا آشخوری آمدگی. بعد کنسرت آش گفتگی ده. یکی محمود جان، برای چی من احترام دارم، پدری محمود جان اکای محمد جان من درس داده که الیف استادی من هستند و در همه قشلاق ما این کس پدرشان محمد جان، عمکشان محمد افضل و من افضل شو. من این کس هم عمک هم با استاد گفتم حق ندارم. اینجا پروفسور اکادمیکی ما محمد قل کریم فهم خوش آمدید استادی مهربان، دوستی عزیز. همه اینجا سگی تورقل جمعیف، اینجا پدری بزرگی ما، استادی ما حاجی بابا، خوش آمدید. مرادالله صاحب گنرال اینجا شتگن، خوش آمدن پیری کار. عموما جایی که اکای بزرگوار مهرافزون هستن ما گپ زدن به حق نداریم، لیکن یک مردک دست که از همه عمری درازه کی میبیند؟ دست که کسی که فقط در دلش نیکی هست همون عمری دراز میبیند. برای همین اینجا گپایی که گفتن استاد مهرافزون واقعا درست است. این یک چیزی که 40 سال باز ما از زبانی استاد ما میشنویم و استاد جربک همیشه میگن که دوستی، محبت، انسانی، نیت نیک، گپ خوب گفتن، یک کس غیبت نکردن، همه وقت به همه نیک خواه بودن، این یک مکتبی بزرگی آدمیتی استاد هست. چون میخوانن خودشون هست هر گونه گری ها در زبان مادری، زرگری، اغواگری، غارتگری، سوداگری. لیکن از جمعگری ها بهتر است آدمگری. انا همین آدمگری چیزی بزرگ. خیلی این انسامبل ترانه و رقص، اینا بچه های نغز جوانا من کار کرسودین یا حافظای خوب هستن. ما همین فیلارمونی ما یک خوشبختی داریم که همین سال 10 نوامبر 2018 به قدم بزرگی پیشوای عزیز ملت ما، پرزیدنت دولت ما جناب عالی، اساسگذار صلح و وحدت کشور ما، اساسگذار ناب راغون محترم امام علی رحمان تشریف آوردن که این تشریفشان برای ما افتخار بود، چون که یگان بار پرزیدنت وزارت فرهنگ نرفتیم، دیگه فیلارمونی ما با آمدن. اینم افتخار است و پای قدم بزرگی جناب عالی به اینقدر تعمیرات شد، اینقدر آبادی ها شد، اینقدر زیبایی ها شد. من خودم همچون دیرکتر فیلارمون
آدم خوشبخت حساب میکنم که دوری 4 سال دیرکتوری من به بسیار فیلارمونی از نو شد. همین تالار شتگیتون با همین کریستای شتگیتون همه شکستگی خدا زده بود، همیشه نصف کرده. من هم خیلی کریستای خوش رو آوردیم، اپاراتورای دیناکارد آوردیم از آلمان. من گلای پیشتون بدگی گلای زنده، این گلای ساختگی دروغ نه، همش زنده. اینا همش برای اون که هنرمندا خوب خوانن، آهنگای زور ایجاد کنن و همه مادرای، خواهرای، برادرای، دوستای، استادا اینجا اومده لذت برن. من آرزو دارم که همه هنرمندای ما در آینده همین خیلی به مانند محمود جان دلی محمودانه داشته باشن و کنسرت های خوب دیدن، برنامه های خوب کنن که مردم از این لذت برن. در پیش این روز من دویم روزی مای زمستان وارد تاجیکستان ما شد و من باور دارم که این زمستانی با برکت میشد، سیر برفک میشد، همه با چراغان و سوید میشد، چون که راغون علاقه کار به در آمد. جهان اینه تبریک کرد تاجیکای تاجیکستان و این قهرمانی بار دیگر قهرمانی تاجیکستان پیشوای ملت ما برای هر یکی ما یک فخر و یک افتخار باید باشد. و استاد مهرافزون گفتن، گپ زیاد نمیکنم، که مکتب بزرگی استاد جوربک مکتبی واقعا ناتکرار است، مکتبی صمیمی است، مکتبی انسان پرستی است، مکتبی که در تمام جهان اعتراف شده است. همه دنیا همین مکتب قبول دارن. استاد عمرتون دراز باشد. با بخت خلق تاجیکستان، تاجیکای دنیا شما سربلند باشید. جانبک جان در همه گوشه های جهان امروز ادامه کار شما دوام داده استان. در اوکراین رفته 15 تا سرود اوکراینی تیار کرده. خلق جنگ زده بیچاره اوکراین و امروز خواندن جانبک جان این افتخار من شخصا، افتخار همه تاجیکا باید باشد. زنده باد صنعت، زنده باد هنر. محمود جان برای کار یک مصرع میخوانم. ما چون که بیمارستان گفتن ما کسل نیو پرافلاکت که برفتگی خب چشم یک بینم که بعدی پرافلاکت که این صدا چی خیلی بلند میشود. افزایش های شادی هر زمان از زندگانی بشنوم پندی دیگر که درختی عمر دارد ریشه پیوندی دیگر. گر خردمند پشیمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین آید خردمندی دیگر. خلق به فرزند عالمگیر، خلق به فرزند عالمگیر، عالمگیر نیست. باز یابد مادری تاجیک فرزندی دیگر. بس که کامی تاجیکان را با سخن برداشتم، بس که کامی تاجیکان را با سخن برداشتن. باز آید شاعر و شعر و
پساوندی دیگر باز یابد مادری تاجی فرزندی دیگر. من تو را بخشم جوانی تو به پیریم کشانی. من تو را بخشم جوانی تو به پیریم کشانی. من به تو مهر دلارم تو به من نامهربانی. من به تو مهر دلارم تو به من نامهربانی. زندگی ای نسیبانه زندگی ای وعده ای با ما و تو نزدیک و دوره ما و تو بینا و کوره. زندگی ای نسیبانه زندگی ای وعده ای با ما و تو نزدیک و دوره ما و تو بینا و کوره. جان فشانم تو ندانی قدر جانم. من چی باشم تو چی باشی تو ندانی من ندانم. من برای تو بهارم تو برای من خزانی. من کی باشم تو چی باشی تو ندانی من ندانم. زندگی ای نسیبانه زندگی ای وعده ای با ما و تو نزدیک و دوره ما و تو بینا و کوره ما و تو نزدیک و دوره. همتون به آینده به ایجاد خوب صنعتی بلند تمنا دارم و محمود جان التماس اکاد استاد دوتا خوانید گفتن من یک سرودی خوب میخوانم برای شما که خیلی با فکرم که نغز میشه. ای دوست ای دوست گبری تو از آن کشم که روی تو نکست. مردم گویم بهشت خواهی یا دوست ای به خبران بهشت با دوست نکست. نیکی کن که در نیکی دانم و نیکی رازی نیکوان نستانم. مال از همه مال از تو هم خواهد مال آن به که به جای مال نیکی ماند. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست گبری تو از آن کشم که روی تو نکست. مردم گویم بهشت خواهی یا دوست ای به خبران بهشت با دوست نکست.
نه بستان نه چمن میخواهم، نه سرو نه گل نه یاس من میخواهم. خواهم زی خدای خش کنجی پدرو من باشم و آن کسی که من میخواهم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نگوست. مردم گویم بیش خواهی یا دوست. ای بی خبران ای بی خبران بیش با دوست نگوست. چی ها میخواهم، وصلی تو منی به سر و پا میخواهم. فریاد و فغان و ناله دانی چیست، یعنی که تو را میخواهم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکن. مردم گویم بیش خواهی یا دوست. ای بی خبران ای بی خبران بیش با دوست نکن. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. خدا جان مهرافزون استادم الهیم سلامت باشن، لطفالله دولت فهم الهیم سلامت باشن. امروز باید می آمدن کسی گفتن که انام من تبریک کن سلام گو. من با انام دیگر هنرمندا تبریک از خوجان جگرمندشون هم اینجا است. هلکانک دولتزاده شما دید عزیز من. و از خوجان بسیار آدمات تبریک کردن، دوستا برادرها از پنجکنتی باستان تبریک کردن محمود جان. بار دیگر میگویم که همه شما همیشه دلتون بیغم بی درد، سرتون بالا، کارتون با برار، فرزندکاتون نبیرهاتون صحت سلامت خدمتگاری شما باشن. تشکر. تنت بناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامتی همه آفاق در سلامت توست و هیچ آریزه شخصی تو دردمند مباد. ولیکن باید گویم که پرافلاکتیک بسیار نقص تاثیر کرده است و صدای بسیار زیبا که خاطر ما را اینقدر بالیده ساخت. از مولانای بزرگ با آهنگ استاد ترانه بسیار زیبای خاطر ما را اینقدر فرهمند ساخت. باز هم میگوییم با دعای مولانا که آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا. و باز هم گفته های زندانام لایق بزرگوار به خاطر می آید. یاران مکف پیاله و در دل غبار چیست، امروز هم گذشت غمی روزگار چیست. آخر دیگر چه حاجت پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران بهار عاشقی با گلفشان گذشت، دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، بر هر دری ترنم شیر دری کنید. شعر و سرود داروی درد محبت است، هر دم غنیمت است آدم غنیمت است. به این معنی باز نصیحتی از استاد لایق شیر علی با صدای محمود جان علیف.
استقبال نگیریم. خواهش میکنم. نشانی خود عقل بر نمی کشد سود و زیان خود بدبخت آدمی که ندارد نشانی خود عقل بر نمی کشد سود و زیان خود به بحر عاشقی که نهم آه می کشد رازی جهان نمی کند رازی نهان خود رازی جهان نمی کند رازی نهان خود سخت دل بره که خدا رای بوده است ناراست از عشق دلارا روان خود سرسخت دل بره که خدا رای بوده است ناراست از عشق دلارا روان خون ای حیفی آن جوان که کشاکش شعاری اوست بیهوده حیف میکند عمری جوان خود بیهوده حیف میکند عمری جوان خود افسوس شاعره که جهان را ندیده است محبوس خویش مانده است اندر جان خون ای وای تاج که فراموش کرده است اصلی خود و زبان خود و هم زبان خود اصلی خود و زبان خود و هم زبان خود اصلی خود و زبان خود و هم زبان
جان خود. ای گلی به خار کجا می روی، ماهی شبی تار کجا می روی. ای گلی به خار کجا می روی، ماهی شبی تار کجا می روی. یار مرم از من و از من شنم، یار مرم از من و از من شنم. آهی دلی زار کجا می روی، آهی دلی زار کجا می روی. رهنما جان بی هم از درد عشق داری بیمار کجا می روی. رهنما جان بی هم از درد عشق داری بیمار کجا می روی. تشنه جگر سوختم از عشق تو، تشنه جگر سوختم از عشق تو. آبکی انار کجا می روی، آبکی انار کجا می روی. چکن یارک گل پوشی من، زهبی چمن زار کجا می روی. شعر ترو من به الهام من، شعر ترو من به الهام من. معنی اشعار کجا می روی، معنی اشعار کجا می روی، معنی اشعار کجا می روی. تشکر زیاد مارم است. تشکر محمد جان و تشکر از دو گل دختر چمن موزونه و شمس نیسا که در هوای ترانه های زیبای محمد جان بسیار زیبا خیر آمدند و باز هم حسن محفل ما را افزودند. و واقعا هم طوری که یک غزل حافظ را محمد جان ترنم کرد، یک بیت آن باز ما را به اندیشه وادار می کند. بنشین بر لب جوی و گذری عمر ببین، کن اشارت ز جهان گذران ما را بس. واقعا هم چرا باز با تاکید میگویم که به قدر همدیگر نرسیم، چرا اون ارزش های والایی را که تاریخی ما را میسازند، تاریخی معاصری ما را ساختند، به قدر آن نرسیم، آن را گرامی نداریم. و امروز شما از زمره خوشبخترین ها هستید، خواهران عزیز، برادران گرامی که در این مجلس اونس شرکت دارید و اینجا استاد هنر، پرچمبردار افتخار و شرف فرهنگ تاجیک، باربد ثانی، هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی، استاد جرابک مرادوف حضور دارند و ما و شما افتخار دارم که حالا از صحبتشان بهره میگیریم. استاد عزیز، این دو بیتی مولانا جلال الدین بلخی که شما در دوران شوروی استاد یکی از اولین ها بودن که آثار مولانا رو ترنم میکردن، واقعا یکی از اولین ها بودن که اینقدر با شور و با شوق
استاد مولانا را آثار مولانا را به ما معرفی میکردند و این دعای مولانا را این لحظه به مورد میشمارم که میگوید پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد، جان و دل عاشقان زی تو شادان باد، هر کس که تو را بیند و شاده نکند سرزیر و سیاه گلیم و سرگردان باد. استاد جرابک مرادوف. جان عزیزم نشستید. السلام علیکم هموطنان عزیز. گپ زیاد نمیکنیم، گپای نقل شد. اینجا استادای عزیز نشستن، یک چیزای گویم خفه میشه چون به هر حال اکادمیک عبدالنبی ستارزاده شدن از اینا گپ زدن دشوار. هموطنان عزیز شما با تشکر، هر یک تیما برای نزد شما قرضدار هستیم. اولش که السلام علیکم بار دیگر من خوجند انسامبلی شش مقام خانانی دولت نوری خوجندی دولتی مرا وظیفه دار کرده فرستاندن که محمود جان رفته از نام همه ما تبریک کن. میدانید محمود جان یک خصلت‌های عالی جناب دارد، آداب حقیقت رودکی، گشتنش، مهنتش، اولش خدا پدر مادر و رحمت فرزند خوب تربیه کردن. غشت اولشان راست چون که از شش مقام سر کردن. امیدم کلا از محمود جان. من این گپای مولا آرتیق جان، افضل شاه جان، علی شیر جان گپای خوب شد. خودش خودی برنده هنرمندی خلقی تاجیکستان آرتیق قادرف برنده محمود جان شدن، خودش یک فالی عالی جناب. لطف کردید استاد. تشکر سرفرازم. میدانتان من شما تعریف میکنتان، من احترام میکنم، من استاد بگفتم شرم دارم، من هم دو کس تعریف کنم شرم دارم، عرق میکنم. دویمش به قبول میکنم همچو قرض که حال کار کردن در کار برای ملت. من اینجا همه هنرمندای خلقی تاجیکستان نشستن، هنرمندای شایسته حقیقتا زیبا. اینجا آرتیق جان یکی از فدایی ها، یک قرصک زنیم برای آرتیق قادر. زنده باشید. چشم نرسد میان با قوت بگیرید عزیزم، چون که ملت ما اکنون 26 سال 27 سال نوش گیریم ده، اکنون نوش از سال 24 ما مختار، 29 جمهوری، من استقلالیت، 3 تاجیکستان. برای این تاجیکستان برابر استیم. ای حلقه پیوندی زمان ها تاجیک، ای شهروری همه جهان ها تاجیک، با دینی خدا شناسیت خود بشناس، ای زنده شده از این کشته جان ها تاجیک. زنده باشید جانم. سلام باشید. شما موفقیت. من وقت دوتا و خانم روبای خانم میرشم. زنده باشید. خواهش بکنم. با افتخاری استاد. سلام. شنیدن؟ میلش. علی جان یک اتفاقی است بچه. شو. محمد جان که همراه سرود خواندن ما در کار، من دو سه روبایی از خوارزم، از سمرقند، از بخارا، از تاشکند آمدم. برای تعریف نیم من یک چیز شما بگویم. سمرقند و بخارا 20 سال نرفتیم. سرودهای تاجیکی قریب که از خاطراشو فراموش شده است. ایله برکه آوان همین شوکت میرزیایف پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان همین درها را کشادن. 40 میلیون آدم خرسند شد. برای همین 40 میلیون خلق عزیز یک قرصک زنیم سروری دو پرزیدنت. میدانتان جوانان شما البته این چیزای کم میدانتان، ما اساسا سمرقند، بخارا، خوارزم، وادی فرغانه، سرخندریا، قشقدریا همش با سفرهای هنری کردیم. سرودای تاجیکی ناز قبول میشده بود. همین یک تا آدم یاد بودش رفتیم نهار، زالهای کلان 800 نفر نهار بود میدارن. نیم ساعت با آش خورده دویم پارتی درون نشتر کار. ما همین رفتیم سرود خواندیم. همین یک ساعت میخوانیم اون پارتی هیچ نمیخیزد که و دویم پارتی با درات. اخیرا صاحبی توی آمده گفت که برادر جان خفه نشید، یک دم استراحت کنید، این نوعی جواب تیم دویم پارتی درات. انمی خیلی سرودی تاجیکی تشت نشدیم.
بخارا برفتم، وقتی که پیش میرفتم من کجا روم بزرگای زیارت میکنم. از اسماعیل شاه اسماعیل برفتم، وقتی پیش میرفتم 1-2 متر هم کمک بالا بود. حاضر این کرد رفتم بی حد آباد 2 متر کفتیان خاک گرفتیان حوض پیدا شده است. همون شاه اسماعیل چوبی که بالای سری هم موزله به هست 1100 سال همون چوب یک تا چوب استاد از غشتا. عجایب یک ارکیتکتور صنعتی بلند. خودی حاکمی ولایت اول سابق خودشان بنا گرفته گشته. همونجا بخارا هم عراق بخارا خواندیم 20 سال نرفته بودیم. یک چیز من یکم بار فهمیدم مولا عبدالنبی جان، من یکم فهمیدم که بوی جوی میخانه بوی جوی مولیان همون نام شاهرود بوده است. من همین بار اول از همون کس فهمیدم. تاشکندم. من مقصد این گپام چی؟ همون شاگردا همونجا به هستن. این مکتب دوام داشتن. خوجم با هم 25 سال باز شاگردای ما کنسل میتیند. همین جبم 25 سال باز شاگردای ما کنسل میتیند. زنده باشن. ما قرضدار هستیم همتابا. من همون خوارزم به سلطان محمود پهلوان 700-800 سال پیش اولیا مقبرشان در آمدم. دیوالا بود نوشته که من 2-3 رباعی همون نوشته آورده خواندتی هم شما ملش می جوان ها با میفارد می همین چیزا. شاهی طلبی بیرو گدایی همه باش، بیگان از خویش آشنایی همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر گیرم، دستی همه بوس خاکی پای همه باش. یارب ای یارب تو درختی عمری من پست مکن، یارب زی شرابی هستیم مست مکن، یارب زی کرم جمله جوان مردان را، از آن جمله همون در رسیه در دیگر جاها مردی کاری بکنم تاجی که من شما. یارب زی کرم جمله جوان مردان را، محتاج پریشان تهی دست مکن. خواجه چرا در این جهان به خبری، روزان شبان در طلبی سیم زری، سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است بری یا نبری. چون پنجه خورشیدی نوازیش به سرم هست، استادی عزیزم عزیزم به برم هست. چون پنجه خورشیدی نوازیش به سرم هست، استادی عزیزم عزیزم به برم هست. با صفت و نوایش
چون موی بدلم داد این حرفی مرا شوله مهری پدرم هست. رودکی زاد که هستیم ای بس از حضرت رودکی نخوانم. با داد قناعت کن با داد بیزی، با داد قناعت کن با داد بیزی، در بندی تکلف مشل آزاد بیزی، در بهزی خودی نظر مکن غصه مخور، در کمزی خودی نظر کن شاد بیزی. لایق بر پیری نوجوان بیا گریه کنیم، بر کوری عاشقان بیا گریه کنیم، بر ماتمی مردگان چی سود از گریه، بر غصه زندگان بیا گریه کنیم. قدت بمرم قد نهالت بمرم، همساز و سرودی به مثالت بمرم. نیمت ذکرت باشد و نیمت ورزی، بلا بخراج مملکت می ارزی. استاد از خوش آمدید. خداوندا ببخشا تو گناهم که من در زندگی پر اشتباهم، به نزدیک کبرداران متکبر، به نزدیک خاکساران خاکی راهم، خاکی راهم، خاکی راهم. یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا، یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا، آوار نکن کلازی از تو غفیلم زلیخا، آوار نکن کلازی از تو غفیلم زلیخا. تو عشقی اولینی عشقی آخرینی، تو عشقی اولینی تو عشقی آخرینی، خستنی من زبانینی آخری من عجینی، خستنی من زبانینی آخری من عجینی. یار خشکیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا، یار خشکیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا، باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا، باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا. بالید خارم از چشما از می بینا از نگاه از قد بالا چقدر دل برای سرگردانی ها مگو و چقدر عاشق این دیوانه مگو، چقدر دل برای سرگردانی ها مگو و چقدر عاشق این دیوانه مگو. یاری خوشگیلم عزیزی دیلم زلیخا، یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا، باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا، باور نکنی که لحظه از تو غافلم زلیخا.
از چشمان از می بینان نگاهان از قد بالا چقدر دل برای سرگردانی ها مگو و چقدر عاشق این دیوانه مگو چقدر دل برای سرگردانی ها مگو و چقدر عاشق این دیوانه یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکنی که لحظه استغفرالله زلیخا باور نکنی که لحظه استغفرالله. تمامی صنعتکارا آمدی کار میخواهم از آن جمله محمود جان افضل شد جوانای خدا خواهد تربیه کنیم برای ملت برای دولت برای خلق عزیز سربلندانه خدمت کنیم. هم شور ترانه های او شکر گوش هم پاکی گفته های او گوهر گوش از شور ترانه و شکرریزی شعر هم ملک زبان گرفت و هم کشور گوش. استاد جرابک مرادوف سربلند باشید. استاد عزیز سربلند باشید. آواز تو را ز صد جهان میشنوم با گوش دل و با گوش جان میشنوم. آواز تو گر ز باغ گلها آید از بین صدای بلبلان میشنوم. و اینک محمود جان عزیز باز یک دستگل ترانه های زیبای خودشه به شما مخلصان هنری والا هنری اصیل تقدیم میکند. و یک نکته را یادآور بشوم که محمود جان 10 سال در انسمبل ششمقام خانان نور خوجند زیر راهبری استاد ارجمند خود پدر معنوی خود استاد جرابک مرادوف هنرنمایی کرده است. از این مکتب بهره ها برده است و امروز ما از فیض هنری او برخوردار می شویم. محمود جان علیف. استاد عزیز خوش آمده. موج جوهر شوم از تیغ زبانت گردم چون خطی پشت لب از گردی دهانت گردم از خجالت نتوانم به تو نزدیک شدن از خجالت نتوانم به تو نزدیک شدن چون تهیده از درت رافی دکانت گردم چون تهیده از درت رافی دکانت گردم نشینی با جبین پای تو را بوسه زنم بر خرامیزی سری سروی روانت گردم با قدی خود دهنی تلخی مرا شیرین کن تا بکی از سری انگور کشانت گردم تا بکی از سری انگور کشانت گردم گوشه ابرو و مشکانی تو را بنده شوم
بر ساخته از تیر و کمانت گردم سیدا را جگریرش بناسو رسان سیدا را جگریرش بناسو رسان دی خمی زلفی کجی مشک پیشانت گردم دی خمی زلفی کجی مشک پیشانت گردم دی خمی زلفی کجی مشک پیشانت گردم تشکر زن. کس نیست که رازی دلی من گوش کند تا که دلی من غصه فراموش کند این آتشی غربت که در او سوخت دلم این آتشی غربت که در او سوخت دلم تو همدمی دل سوز که خاموش کند تو همدمی دل سوز که خاموش کند بر حال جهان غصه خورم روز شبان در سینه فیغان این دل خون پوش کنم بر حال جهان غصه خورم روز شبان در سینه فیغان این دل خون پوش کند جانانه من زاده ای صلح است و صفا جانانه من زاده ای صلح است و صفای گلهای محبت به بنا گوش کند گلهای محبت به بنا گوش کند جانان مرا تا جام سعادت دلم نوش کنم قسمت برسان به وصل جانان مرا تا جام سعادت دلم نوش کنم آغوش جان مقبولی دل نیست مرا آغوش جان مقبولی دل نیست مرا مرا محجبین آغوش کند خواهم که مرا محجبین آغوش کند خواهم که مرا محجبین آغوش کند جشن استقلال مهن بهری ما فرخنده باد ملتی فرزانه ای ما تا ابد پاینده باد روزگار مردمی ما دایما باشد نکن قلبی ما بر شادی و بخت و سعادت بنده باد قلبی ما بر
بر شادی و بخت و سعادت بنده باد. در دیار خرم و آبادی ما، آفتابی عمری وحدت رفشن و تابنده با. مقصدی ما با تمامی خلقی عالم دوستیست، دشمنی بدخواهی ما افتاده و شرمنده با. مقصدی ما با تمامی خلقی عالم دشمنی بدخواهی ما افتاده و شرمنده با. راحتی ما را خلل دارد فقط نوبازی تیبل، در فضای خانه های ما صدای خنده با. راحتی ما را خلل دارد فقط نوبازی تیبل، در فضای خانه های ما صدای خنده با. مطلب و ارمانی ما گردد میسر در وطن، مادری ما مهنی ما تاجیکستان زنده باد. مطلب و ارمانی ما گردد میسر در وطن، مادری ما مهنی ما تاجیکستان زنده باد. مادری ما مهنی ما تاجیکستان زنده باد. مادری ما مهنی ما تاجیکستان زنده باد. مادر ما میهن ما تاجیکستان زنده باد. هزاران شکر که امروز این روز فراغت، روز استراحت برای ما فیض برکت خیلی عالی عطا کرد. با شرافت محمد جان علیف فیلارمون دولتی تاجیکستان، با سرور حاج عبدالشاه شادی، با شرافت حضور استاد جورابک مرادوف و همه شما عزیزان، در این دور و زمان یک برنامه هنری مرتب کردن، آن را منظور مخلصان کردن کار ساده نیست، کار آسان نیست. این فداکاری، این سرسپردگی چقدر از تلاش، جسارت تقاضا دارد که برای این به محمد جان عزیز هزاران تشکر، به جمله یارانش، همه اعضایان انسمبل ترانه و رقص فیلارمون دولتی تاجیکستان و رامشگران عزیز که مولانا میگوید چنگ و دف و نی زیمان نوا یافت، ما را تو نگو که بی نواییم. و از گل دختران انسمبل چمن با راهبری ولیده بانو سعیدова و از شبکه تلویزیون دوشنبه که این لحظه ها را روی نوار آوردن و جاودانه کردن، از این اهل ایجاد تلویزیون دوشنبه نیز عرض سپاس بکنیم. و البته هزاران تشکر از شما یکایک عزیزان، استادان، دوستان بسیار ارجمند که و آمدید این لحظه ها ما با هم دیدار دیدیم و این شادی و نشاط را با هم قسمت کردیم با صدا و هنر محمد جان عزیز. با محمد جان عزیز پروازهای بلند تمنا داریم انشاءالله. با دعای استادان خود ما باوری دارم که این نخستین و آخرین بزم هنری اون نخواهد بود. در آینده باز ما شاهد ترانه ها، چکامه های از این بیشتر و از این زیباتر خواهیم شد. عزیزان، ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن.
باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران نکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چی خواهی کن ولیکن آن مکن. ای خدا این وصل را هجران مکن. شاد و سرفراز باشه. محمد جان عریف.